از دور آشیان تو را یاد میکنم. در هر کجا نشان تو را یاد میکنم. در کوچه های شهر خیالی چو بگذرم، ایوان گلفشان تو را یاد میکنم. سلام و درودی پر از مهر و محبتی ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتابباران. با تمنای خوشی های فراوان برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز میبخشیم. مهمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فیلولوژی پروفسور استاد عزیزمان زمیره الماسوه هستند. استاد خوش آمدید میگیم به برنامه آفتابباران. سلامت باشید. در هر برنامه آید یک موضوع یا شرح یک شعر به بینندگان گرامی ما معنی‌های خیلی جالبی را پیشنهاد می‌سازید. می‌خواستیم در برنامه امروزه آید با جایگاه موضوع عشق در اشعار استاد لایق یک صحبت پرمحتوا آراسته باشیم. برای همین یکی از شعرهای عشقی استاد لایق را انتخاب کردیم. این شعر عشق در دل شعله صبحی سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. میخواستیم آید این شعر فکر و اندیشه های شما را دانسته باشیم. سلامت باشید گلهای جان. وقتی که عشق میگویید شاعر پیش نظر میآید. وقتی که شاعر میگوید عشق را کس میفهمد و ایجادیات استاد لایق نیست پر از عشق و شعر و شاعری و تمنیات زیادی است که آن همه برای جوانان، برای آن نفرانی که عاشق هستند. این موضوع را بسیار خوب برداشتید گلهای جان، برای آنکه شما خوب میدانید که ماه می ماه استاد میرزا ترسونزاده است. ماه مبارک بهار، ماه لایق شیرالی است و این رمزی هم هست. وقتی که شما موضوع عشق را به اینجا گذاشتید برای آن که در این ماه جوانان هم هست و شما خوب میدانید که عشق از دل انسان‌های جوان اولا طغیان میزند و میرسد به دل آن نفران میان سال و میرسد به دل آن شخصیت هایی که علاقه روزگار دیده هستند و در عرفیت میگن که عشق سن و سال ندارد. و بنابر همین هم استاد لایق نیست وقتی که اشعار خود را ایجاد میکرد اولا درد ملت را، درد خود را و وقتی که با اشعار استاد لایق نظر می افکنید درک می کنید که همه آن قهرمان های اثرهای استاد لایق این خود لایق است و در سیمای لایق ما تمام ملت تاجیک را دیده می توانیم. در اینجا غزل را شما انتخاب کردید که عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، آن همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. استاد لایق میگویند که عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است. وقتی که در دل کس عشق هست، آن محبت است، مهر است، احساس پرطغیان انسانی است و او خود را همیشه عاشق حساب می کند و در دل او، در نظر او زندگی او تماما دیگرگونه است. وقتی که شما کسی عاشق رو میبینید که او در عالم خود است، او جوان است، همیشه جوان است، گرچنده که او در سن و سال بزرگ سالار باشد هم وقتی که او عاشق است او خود را جوان حساب میکند. این یک احساسی هست که خداوند نه به همه داده میتواند، ولیکن لایق ما لایق عشق سرا بود.
عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. وقتی که کس عاشق می شود از یار خود گله‌مند نمی شود و اون همه بود و نبود او را و اون همه کاستگی های او را یا در زندگی می شود که او خطاگی صادر می کند اون همه را می بخشد عاشق. و در حقیقت همین طور هم هست. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، اون همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. گلهیا جان شما خوب میدانید که دوره جوانی دوره بهترین انسان است، زندگی حیات است و کس وقتی که جوان است اون دولت که دارد اولا اون سلامتی اوست و وقتی که میان سال می شود الکی انسان درک می کند که اندک سلامتی او هم رفته است و این هم می گویند که دولت است می گویند و با مرور زمان با مرور سالها کس وقتی که به نزد خود مقصد مرام می گذارد و می بیند که ثروتمند گشته است، دارا گشته است ولیکن الکی آن جوانی که بود آن الکی از دست رفته است و دوره پیرانسالی آمده است و می گوید که در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود. اون همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. نگاه کنید که در اینجا صنعت تکرار هم آورده شده است که کلمه دولت یک چند مراتبه تکرار شده است و این دولت در نظر است همان دارایی، همان سلامتی و همان پرباری که با مرور زمان و انسان خداوند هدیه می کند. بس که از پای روان مانده ایم حسرت می کنیم، از پای خوبان دویدن هم غنیمت بوده است. بسیار خوب گفته است. در اینجا سنت تضاد و مقابله خیلی خوب کاربست کرده شده است که استاد لایق می گوید که در وقتی که ما دویدیم در جوانی پای روان داشتیم و آن دویدن ها هم دولت بوده است میگوید از پی خوبان دویدن ها، یعنی یاری خود را میگوید آن نفری را که همسفر حیاتی خودشان هست و آن میگوید که ما از پی آنها خوب دویدیم، یعنی از پی خوبان دویدیم، آن هم دولت بوده است. و وقتی که میگوید از پای روان ماندیم، وقتی که ما کلانسال شدیم و امکانیت چگونه که در جوانی عشق راندن نیست، میگوید ما میگوید در پیرانسالی و یاد آن جوانی میکنیم که در جوانی آن دولت بوده است که ما با پای روان خود از پای خوبان، یعنی از پای عاشق خود دویده بودیم. در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم نکردن نیز صنعت بوده است. وقتی که فلک میگوییم تمام آسمان و دنیا در نظر است. وقتی که کس عاشق می شود آن میگویند که مجنون است، یعنی جنون است، یعنی از عقل بیگانه است. در نظر او تنها همان عاشق است، همان یاری است و یاری وفاداری است که تنها آن را میبیند. و در فلک میگوید ستاره جستن و وقتی که به آسمان نگاه میکنیم تنها همون ستاره، تنها همون یاری خودمان را میبینیم و همین هم صنعت است. یعنی عشق اون احساس بزرگ است که به نفر داده می شود که تنها زیبایی را دیده می تواند، تنها خوبی را دیده می تواند و اون مهر و محبت انسان های هست که آنها عاشق هستند و آن محبت را تنها در نهاد آن یاری وفادار خود دیده می تواند و آن یاری وفادار را استاد لایق به ستاره مانند کرده است که در فلک است، در سما است، در آسمان است و آن ستاره درخشان است و خویشتن را گم نکردن نیز صنعت بوده است. وقتی که میگویند که آن عاشق است، آن جنون است، آن دیوانه است،
از عقل بیگانه است. وقتی که کس عاشق می شود گویا که اون رفتار و کردارهای می کند که از یک طرف وقتی که نگاه می کنید اون تماما گویا که از عقل در حقیقت بیگانه است. و همین عاشقی هم میگوید صنعت است که کس خود را در وقت عاشق بودن نگاه داشته توانستن در کار و باید که خود را نگاه داشته توانید. و انسان های هستند که در وقت عاشق شدنشان تنها همان یار خود را می بینند و در وقتی که به داستان های ادیبان کلاسیک تاجیک و فارس نظر می افکنید در آنجا در لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، بله خسرو و شیرین یا طاهر و زهرا آمده است که 3 سال خود را گویا که مجنون در فراق لیلی در دشت و بیابانها گذرانیده است و تا حتی روایت می کنند که در دشت بیکس و کوی مانده است و تا حتی پرنده ها در سر او لانه ماندند. و نگاه کنید که این چگونه قدرت عشق است در انسان، در نهاد انسان که او در یک جا ایستاده است که تا حتی پرنده در سر او لانه مانده است. این البته اغراق است، مبالغه شاعرانه است، ولیکن احساس مرد عاشق را انعکاس می کند. آدمی بعد از زوال عمر می فهمد که عمر یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. گلهای جان، شما خوب می دانید که وقتی که کس به دنیا می آید دوران طفلی است، یعنی طفولیت است و دوران جوانی است، دوران میان ساله است و دوران پیری است و این مرحله های زندگی اینقدر به تیزی می رسند. کس فکر می کند که ما حالا هم جوانی، یا کس فکر می کند که ما در دل حالا هم آن کودک هستیم که گویا که بعضا رفتارهای کودکانه خود را میکنیم و بعد از آن که به خود میآییم شرم میکنیم که این رفتار ما کودکانه بود یا این رفتار ما دوره جوانی بود میگوییم. و استاد لایق هم میگوید که آدمی بعد از زوال عمر میفهمد که اون یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. اینقدر با یک میژه زدن، وقتی که ما میژه میزنیم و میژه را میکشویم گویا که عمر ما الکی رفته است، گویا که جوانی ما الکی رفته است و ما یک نفر هستیم که نفر با تجربه هستیم و نفر زندگی دیده و روزگار دیده هستیم. و بعداً میگوید که استاد میگوید که یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. وقتی که به آسمان نگاه میکنید الکی میبینید که مابین زمین و آسمان اینقدر مسافه های زیاد، فاصله های زیاده میگذرند که کس وقتی که به آسمان پرواز میکند و میبیند که در زمین بسیار نکته های خرد خورده هست و این مسافه دوری راه هست و زندگی ما هم میگوید به همین مسافه، ولیکن در یک گویا که در یک میجه زدن ما اون را طی کردیم و در حیرت میمانیم که ما چگونه زندگی کردیم و ما چگونه حیاتمان را به پیش بردیم و الکی ندانسته موندیم که ما الکی به دوره پیری رسیده ایم. میگوید بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است، بهترین گنجی که گم کرد او محبت بوده است. وقتی که انسان در زندگی خود هر چی را که برای خود گرفت و آن گنجینه بی‌بها در گویم تفکر انسان ها، وقتی که ما گنج میگوییم اولا سیم و زر پیش نظر می آید، ولیکن هر کس هر گونه می فهمد. این گنج به معنی دانش افروختن،
گنج به معنی کتاب خواندن و خیرات گرفتن یا با مرور سالها برای خود تجربه زندگی اندوختن است. و میگوید که وقتی که در جوانی میگوید بهترین گنجی که آدم یافت اون گر سیم و زر باشد، میگوید بهترین گنجی که گم کرد اون محبت بوده است. گل‌حیا جان، محبت را خداوند نه به هر کس میدهد. اون مهر، اون شفقت و اون محبت انسانی که در دل انسانها خداوند میدهد نه به هر کس میسر است. و میگوید که اون محبت انسانی، اون مهر، اون صداقت، اون با وفاگی که در نهاد انسانها هست، میگوید اون نه به هر کس خداوند داده است. و وقتی که اون محبت را ما از دست دادیم گویا که همه چیز از دست ما رفته است. میگوید یعنی اگر خلاصه کرده گوییم گل‌حیا جان، استاد لایق در غزل خودشان میگویند که زندگی انسان را از اول، یعنی از ازل انعکاس میکنند و تا به آخر رسیدن، یعنی از کودکی، از نورسی، از جوانی و به پیری رسیدن که در نهاد انسانها همان احساس محبت، مهر، صداقت که هست و اونم میگویند که باید انسان با محبت باشد، باید انسان با وفا باشد، باید انسان صداقت خود را داشته باشد. تشکر استاد. بسیار صحبتی پرمحتوا بود و واقعا جایگاه عشق در اشعار بزرگان ادبیات تاجیک و کلاسیکی تاجیک و فارس و اینچنین ادبیات معاصر تاجیک خیلی جایگاهی وسیع دارد. از جمله اشعار استاد لایق سراپا عشق است، یعنی موضوعهای اجتماعیات هستند، مادر هست، ولی عشق موضوع یک خاصه دارد در اشعار استاد لایق که برای همین محدودیت ندارد. از خوانندگان استاد لایق از سن و سال وابسته نیست، جوانان نیز میخوانند، کلان سالان، پیران سالان نیز میخوانند، برای اینکه موضوعها فراوان است و همه به خود درک معنی میکنند. بله وابسته به مرحله های زندگی خودشان. بله خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاباران. سپاس بی‌پایان برای صحبت پرمحتوا. سلامت باشید. رحمت. در این زمانه به هر بهانه نه تو بمانی نه من بمانم، نصیب دل رازدار دنیا نه تو ستانی نه من ستانم. چو ماهواره به آسمان ها کنیم پرواز با سرعت نور، ته زمین را پسی فلک را نه تو بدانی نه من بدانم. در همین جا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان. یک شعر بسیار عجایب گفتم، یک بار گوش میکنم. یک تا سیبی مالتی دکن. تا بکی با تو ستیزم، آهی دل تا کجا از تو گره